سلام به چنل یوتیوب من خوش اومدین. نگین هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از مهمترین چیزایی که باید بدونین اگه میخواین توی ترینیتی درس بخونید، همطور خیلی دانشگاهی دیگه هم همینطوریه، و اونم استفاده از ابزاری به اسم مودله. خب اولا که بگیم اصلا مدل چیه. من حالا بعداً در ادامه این ویدیو محیط داخل مدلم بهتون، یعنی اسکرین ریکورد کردم، اونو میذارم براتون، ولی کلا یه توضیح کلی بدم که مدل چیه، چون خودم میخواستم شروع کنم واقعا هیچ ایده‌ای نداشتم. ببین مودل یه در واقع وبسایته و همچنین اپلیکیشنش هم هست، ولی خب وبسایتش خیلی بهتره کارش، یعنی من اپلیکیشنش هم تو گوشیم دارم ولی خیلی یعنی یه سری از ویژگی ها رو نمیشه باش خوب کار کرد. همون بهتر اینه که نسخه وبش آدم استفاده کنه. و این ابزار در واقع اساتید استفاده میکنن ازش برای اینکه به تمام کورس های شما رو، حالا تاپیک های مختلفش رو، تمام تکالیفتون رو همه رو توی اون بارگذاری میکنن. یعنی در واقع لینک شما و دانشگاهه، حالا نمره هاتون توش هست، اسایمنت بارگذاری میکنین، بعد فیدبک میده به اون اسایمنت ها، اینا همه توی اون بارگذاری میشه. و همچنین شما میتونین بقیه دانشجوها رو ببینید، یعنی همکلاسی هایی که باهاتون اون کورس خاص رو دارن لیستشون رو ببینید. اگه میخواین باهاشون صحبت کنین، مثلا قبل از شروع کلاس، قبلش هنوز کسی رو ندیدین ولی لیست اسامی رو میتونید اونجا پیدا کنین و باهاشون صحبت کنین. یا اینکه به خود استاد اگه مثلا مشکلی براتون پیش میاد، سوالی دارین یا هرچی، میتونین داخل همون مدل به استاد پیام خصوصی بدین. تمام رفرنس ها، تمام منابع، همه چی رو استاد خودش توی این مدل در واقع بهش اشاره میکنه، توی سیلابس همه چی رو براتون توضیح میده و در واقع تمام ارتباطات شما با دانشگاه از طریق این وبسایت هستش. و برای اینکه پیداش کنین و دسترسی بهش داشته باشین، اولا که ایمیل دانشگاهیتون رو براتون میسازن، بهتون میگن ایمیلتون اینه. وقتی که ایمیلتون رو دارین، کافیه که سرچ کنین توی گوگل مودل TWU که کلمه اختصاری دانشگاه، اینو سرچ میکنید و براتون میره توی استودنت سرویس فکر کنم و همونجا براتون توضیح داده، لینک مدل هم هست، همونجا کلیک میکنید، با اون آیدی و پسی که ساختین، یعنی ایمیل دانشگاهیتون و پسوردی که ساختین، میتونین وارد مدل بشین. حالا من توی ادامه این ویدیو یه فضای داخل مدلم براتون یه اسکرین ریکورد کردم که حدوداً بدونین چیه و چه شکلیه. بخشای مختلفی داره که حالا اونجا اونو ببینین بهتر متوجه میشین منظورم چیه. این فضای اولیه که شما باش مواجه میشین وقتی که اون گفتم که میرین مینویسین TWU مدل و وارد student service میشین و میرین پایین تر قسمت لینک مدل هست، وارد میشین، آیدی دانشگاهتون که اسم نقطه فامیلی @mytwu.ca هست، این ایمیلتونه که میسازین. حالا بهتون در موردش خودشون میگن که چجوری و مثلا اینا. بعدم که پسورد میسازین و دیگه این اکانت شماست دیگه، بعد وارد مودل میشین. خب این فضای داخل مودل هست، اولین صفحه‌ای که شما باش روبرو میشین. قسمت‌های مختلف داره، مثلا اینجا که برای چت مستقیم هست، مثلا میخوایم با استاد یا یکی از همکلاسیاتون صحبت کنیم. قسمت اصلی که ما باش کار داریم اینجاست که کورس هاتون در واقع هست. همه کورس هایی که رجیستر کردین توی این قسمت میاد، مثلا نزدیک شروع ترم که میشه، مثلا یه هفته 2 هفته مونده، توی این قسمت میاد. دسترسی به کتابخونه دانشگاه اینجا لینکاش هست، رفرنس ها، ریسورس ها، و اینم در واقع بعد از اینکه هر کورسی که تموم میشه، این در واقع مثلا استادا بهتون میگن که بیاین اینجا فیدبک بدین، نظر بدین، مثلا چطوری بوده، چقدر براتون این درس خوب بوده، بد بوده. کلا یه حالت فیدبکیه که دانشجوها به اساتید میدن. حالا ما میریم توی کورس ها. حالا من یکی از کورس هایی که تموم کردیم و مثلا میخوام بیارم، کورسی که میخوام یه کورسی باشه که تازه شروع کردیم. خب مثلا این کورس بریم که برای هلس، کلا زیر گروه بچه‌ای که هلسکر هستن اینو دارن.
ببینید فضای داخلی کورس اینجوریه که هم میتونین اعضایی که یعنی بچه هایی که توی کلاس هستن رو ببینین، اینجا هم که نمرهاتون رو میتونین ببینین. بعد استاد حالا بستگی داره، بعضیا مثلا میان میگن هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، اینجوری مثلا هر هفته مثلا چه یونیت هایی قراره تدریس بشه و چه اسایمنت هایی قراره باشه. مثلا اینجا ویک گذاشته، بعضی هم که گفتن یونیت. حالا معمولا منظور همینه، مثلا هفته اول یونیت اول، هفته دوم یونیت دوم. اینا میگم یه چیز کلیه که من دارم میگم، ممکنه یه ذره فرق بکنه کلا. بعد از این منوی سمت چپ میتونید ببینید تمام تاپیک هایی که قرار استاد راجبش صحبت کنه. رفرنس ها رو براتون گذاشته، مثلا هر قسمت چه رفرنس هایی استفاده شده یا شما چه رفرنس هایی رو استفاده کنید. بعد میگم اینجا هر یونیت رو مثلا جدا جدا گذاشته. معمولا پاورپوینت هایی که درس میدن اینا همه رو بعد میتونید اینجا ببینید. بعد قسمت اسایمنت ها که من حالا اسایمنت ها رو معمولا یه تب جدا برای اسایمنت دارن همه کورس ها، که اومده گفته مثلا دونه دونه اسایمنت ها رو توضیح داده که تکالیف شما چی هست. خب حالا من در مورد APA یه ویدیو جدا اصلا باید بسازم، چون مهمترین رکن هر تکلیفی رو نوشتن APA، دونستن APA، که من راجبش حالا توی یه ویدیو جدا میگم. ولی حالا مثلا به طور کلی خلاصه از اسایمنت ها براتون میذارن. این مثلا اولی گفته دیسکاشن پست و ریسپانس. ببینید شما یه سری تکلیف دارین که به صورت ورد حالا یا PDF طوری مثلا تو توضیحاتشون می نویسن، باید آپلود کنین. خب اون یه بحثه. و یه چیز دیگه ای که دارین پسته، مثلا فروم پسته. حالا من ببینم اینجا میتونم پیداش کنم. شما میاین اینا مثلا الان یونیت 8 ما دیسکاشن پست داره. خب حالا من اینو یه نشون بدم سریع. ببینید اینجا مثلا گفته که بیاین راجع به یه موضوعی خب بخونین، بعد مثلا میگن که 250 کلمه یا 500 کلمه بنویسین. شما میاین اون موضوع رو میخونین، میرین منابع مرتبط باهاش رو، مثلا این رفرنس های این یونیت رو میخونین، میبینین که مثلا راجع به چیه، از توی اون مقاله، از توی اون رفرنس ها، چیزایی که استاد سر کلاس میگه و اینا، یه حالا برداشت خودتونم بهش اضافه میکنین، همه رو با هم یه حدود 250 کلمه 500 کلمه مینویسین. حالا این دیسکاشن پست این درس ما گروهی بود، یعنی مثلا هر تیمی اومده مثلا واسه تیم خودشو گذاشته، ولی کلا همینجوریه دیگه. شما میاین حدود 250 500 کلمه مینویسین. شما میاین 250 500 کلمه، حالا بستگی داره، اگه تیمی باشه خب بیشتره، اگه مثلا تک ایندیویژوال باشه معمولا کمتره. بعد آخرش هم تمام رفرنس هایی که استفاده کردین رو حتما باید بذارین. ولی میگم مثل پسته، یعنی شما وقتی پستش میکنین انگار که مثلا یه پستی حالا توی توییتر یا مثلا یه جای دیگه باشه، انگار پست گذاشتین. خب و این پست رو همه اعضای کلاس میتونن ببینن. ولی مثلا وقتی شما اسایمنت های شخصیتون، اونایی که اون بقیه ها که اسایمنت نوشته بود اونا رو آپلود میکنین، کسی به جز استاد نمیتونه ببینه، ولی اینو همه میتونن ببینن و اصلا هدفش هم همینه که بقیه بیان ببینن، نظر بدن. در واقع استاد میگه من پست و ریسپانس میخوام. پست میذارین شما، یعنی استادمون توی این پست به بچه ها جواب داده، استاد میاد نظرشو میگه و همینطور مثلا یه گروه دیگه هم باید بیاد مثلا پست شما رو بخونه و یه نظری بده، یه نظر آکادمیک، نه یه نظر شخصی، یه نظر آکادمیک بده با توجه به مقاله، کتاب، رفرنس ها. بیاد بگه که اوکی مثلا تو یه همچین موردی رو اشاره کردی که به نظر من خوبه، ولی من مثلا فلان مقاله خوندم اینجوری بوده، مثلا میدونی چی میگم، اینجوری. یعنی یه بحث آکادمیکی که شکل بگیره. بعد شما هم دوباره میتونین به اون جواب بدین. در واقع یک میگم یه سری پست آکادمیک، ببینید همه‌شون باید رفرنس داشته باشه که شما این مطلبی که اشاره کردین رو از کجا برداشتین. آره خلاصه این در مورد دیسکاشن پست و ریسپانس که یکی از مثلا تکالیفتون میتونه باشه. و بقیه هم
اسایمنت هاییه که حالا شما شخصی گروهی هرچی از آپلود میکنید و شخصا فقط خود استاد میبینه. مثلا اینا دیگه همه چیزایی که خود استاد فقط میبینه. بعدم اینجا گفته که هر کدوم چقدر ارزش داره، چقدر نمرتون رو در واقع شامل میشه. یه دونه چیزی که اینجا نوشته WC Writing Coach که شما این رو، یعنی گفته که برای این اسایمنت باید رایتینگ کوچ دیده باشه. رایتینگ کوچ در واقع رایتینگ سنتر که حالا اینم اگه بخواین میتونم یه ویدیو براش بسازم. یک کسایی هستن که میان بهتون کمک میکنن، تکلیفی که نوشتین رو بررسی میکنن، بهتون میگن این خوبه، اینو عوض کن، این اینجوری کن، اینو اونجوری کن و در واقع تکلیف شما رو چک میکنن. قبل از اینکه مثلا استاد چک کنه انگار یکی دیگه این تکلیف رو چک کرده و این خب خیلی خوبه. خب مثلا یه سری استادا میگن که ما برای یه سری تکلیفای مهمشون مثلا میگن که حتما باید ریپورت رایتینگ کوچ باشه. یعنی شما وقتی که اون جلسه رو با رایتینگ کوچ دارین ولی جلسه تموم میشه بهتون یه ریپورت میده، میگه این ریپورت رو باید بذاری تو تکلیفت، بعد تکلیفت رو آپلود کنیم. یه ریپورت 1 صفحه‌ایه که براتون ایمیل میشه. اینو مثلا میگن بعضی استادا میگن مثلا بذارین اول تکلیفتون بعد تکلیفتون رو آپلود کنین، که اونایی که مثلا اینو کنارش داره یعنی حتما باید اون ریپورت باهاش باشه، وگرنه که مثلا شما نمره از دست میدین. بعضی اساتید میگن که نه، دل بخواهی مثلا اگه نمرت مثلا چه میدونم مثلا بیه یا مثلا زیر آ منفیه، اون موقع مثلا برای رایتینگ کوچ داشته باشه تکالیفت. یعنی فرق میکنه دیگه، کلا هر استادی نظرش متفاوته. یه جایم که محل آپلود تکالیف، ببینید نگاه کنید اون جایی که میگم تکالیفتون آپلود کنید مثلا پستا که هیچی، این یه تکلیف مثلا شخصی بوده که من مثلا شخصا برای استاد اینو آپلود کردم و هیچ کس دیگه هم بهش دسترسی نداره، فقط استاد اینو میبینه. حالا ببین نگاه کن این الان البته فیدبکشه، میخوام ببینم که اون جایی که آپلود کرده بودم کجاست. اینجا بود. آره ببین قبلا اینجا بوده، من اومدم آپلود کردم و الان فقط لینک در واقع فیدبکش رو اینجا گذاشته. اینا من فایل ورد آپلود کردم، بعد استاد هم ببین دقیقا 2 ساعت قبل از اینکه ببین چون شما یه تاریخی دارین مثلا میگه که تا 12 شب مثلا فلان روز، من 2 ساعت قبل اینکه تایم تموم بشه آپلود کرده بودم. بعد اینجا هم استاد اومده بر اساس روبریک در واقع چیزیه که ایوان نمرم هم اینجا هست میشه. آره روبریک در واقع همون چیزیه که اساتید بر اساسش نمره میدن و مثلا گفتن شما باید این موارد رو رعایت کنید، در واقع چک لیستشونه. خب آره این یه خلاصه کلی از فضای مودل و در واقع حالا شما چیزایی که باید آپلود کنین و اینا. یه چیز مهم دیگه، شما یه سری تکالیف هم دارین که باید مثلا ویدیو آپلود کنین. چجوری شما مثلا اسلایدهاشو توی پاورپوینت ساختین، رو هر اسلایدی حالا تصویر و وایستون رو گذاشتین، ریکورد کردین، بعد باید اون پاورپوینت رو تبدیل به در واقع یک ویدیو بکنین که خود پاورپوینت این گزینه رو داره که از اسلایدها و ویدیو و وایساتون اون تبدیل به یک ویدیو میشه. بعد ویدیو رو باید توی یوتیوب یا حالا اپلیکیشن دیگه آپلود کنین و لینکش رو بیاین برای استاد پست کنین. این یک تکلیفیه که خیلی از اساتید تا به حال از ما خواستن. این مثلا دراپ باکس این تکلیف بود که ما با همین کار رو باید میکردیم، باید لینک ویدیو رو در واقع اینجا آپلود میکردیم، مثلا توی فایل حالا ورد یا مثلا هر چیز دیگه ای میای مثلا یه اسم و فامیل مشخصاتتو میگی، لینک یوتیوب تو میذاری و آپلودش میکنی. یا هم این که بهت میگه که هم اسلایداتو خالی آپلود کن یعنی بدون اون وایس و ویدیو، و هم لینک ویدیو تو آپلود کن که میخواد هر دوتا رو داشته باشه. اینم به هر حال یه نمونه در واقع یه نوع تکلیف دیگه ایه که شما
قطعا دارین. داشبوردم اگه شما تکلیفی داشته باشین، هنوز فعلا هیچی، ما چون ترم تازه شروع شده هنوز تکلیفی نداریم، ولی وقتی که مثلا وارد تکالیفتون شروع میشه و اینا، این قسمت براتون میاره شما مثلا فلان تاریخ باید این تکلیف آپلود کنی، این تاریخ باید این تکلیف آپلود کنی و همشون اینجا میاد و براتون میمونه. و همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. امیدوارم که دوست داشته باشین. اگه دوستش داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنین و برای دوستاتون هم، مثلا کسایی که دارن تازه میان، بفرستین.